در این درس لوگاریتم دیده میبریم و با فунکسیون نشانی چه علاقه بودنش رو دیده میبریم. لوگاریتم چیست؟ بیاین اول فунکسیون نشان دهندگی رو به خاطر بیاریم. فунکسیون نشان دهندگی چی بود؟ ما فунکسیون داریم fx برابر است به a درجه x. میخوانید جای x عدد رو مونم قیمت همین ifade به چی برابر میشه؟ مثلا از رو ساده گیریم fx برابر 2 درجه x وقتی f یک مونم جوابی من چی میشه؟ من همون رو دانستم. میخواستم 2 درجه 1 برابر 2 است یا اینکه در درجه مینوس 2 باشد. این چی میشه؟ 2 درجه مینوس 2 این 1 تقسیم 4. و این فунکسیون رو وقتی ما گذاشته بودیم چه تعریف کرده بودیم؟ a همون وقت چی باید باشد؟ 1 نباید باشد. جوابی ما f(x) همون وقت از 0 کلان است. همین a0 کلان است، یعنی y ما y هم نوشته میتونیم. همین خصوصیت رو داشتم. اگر در وقت داشته باشیم a برابر 1 شده میتونیم و a از 0 هم وقت کلان است، مثبت باید باشد. a مثبت باشه جواب ما هم وقت مثبت میشه، منفی شده نمیتونه. اکنون ما دیگر سوال ما چی گفته بودیم؟ جای x کدام دادم جواب من چی میشه؟ در اینجا سوال دیگر از اینجا پیدا میشود. مثلا ما 2 درجه x برابر 3 همین سوال شد. 2 درجه کدام عدد به 3 برابر است؟ یعنی ما همین عدد رو یافتن میخوایم. برای یافتن همین عدد یافته میشود از روی گرافیک ها ما شکل فунکسیون عوض میکنیم و این شکل ما لوگاریتم میگوییم. یعنی با ما x لازم است، ما x رو با یک طرف میمونم، x برابر است x رو یافتن میخوام و شکل همین فунکسیون عوض میکنم و ما با لوگاریتم عوض میکنیم. این قاعده است لوگاریتمی. اساس رو من در پایان مینویسم 2 و جوابش رو در اینجا 3. یعنی هر دو این شکل یک معنا دارند. در یکمش ما میخوایم که کدام درجه 2 به 3 برابر است، در دویمش هم همون سوال است به شکل دیگر، به شکل لوگاریتمی هم میگویم. یعنی کدام درجه 2 به 3 برابر است، هم درجه رو ما باید یابیم. این x در اصل درجه است، درجه رو یافتن میخوایم. یعنی از اینجا چی معلوم میشد؟ تعریف لوگاریتم این برعکس فунکسیون نشان دهندگی. ما شکلش رو فقط عوض میکنیم. مثلا در a درجه x برابر y باشد به شکل لوگاریتمی اگر گردانم خواهم درجه هم وقت در یک طرف میباید x برابر است به لوگاریتمی اساس در پایان در اینجا میباید و جواب y. شکل نوشتن لوگاریتم همین است. لیکن باید معناش فهمیم. معنای چی دارد لوگاریتم؟ درجه کدام a به y برابر است. یعنی ما به درجه رو یافتن میخوایم. یک چند سوال دیده برایم. مثلا از کتاب گرفته شده است. درست بدیم برابری سری سنجش باید بزنیم. یعنی لوگاریتم 2 16 4 است یا نه. برای این رو سنجیدن من به شکل درجه میگردم. یعنی با زبر دیگه نویسم این شکل به این شکل یک معنا داره. یعنی این دو ifade یک معنا داره، شکلشون دیگر است. بیاین سنجم. چی میگه؟ در اساس من در اینجا 2 دارم، این درجه 2 درجه به شکل درجه گردانم این لوگاریتم 2 درجه 4 برابر است به 16. آیا همین برابری درست است یا نه؟ ما از روی درجه میدونیم 2 درجه 4 16 است. درست. یعنی این برابری هم درست است. ب رو بینه به شکل نشان دهندگی میگردانم 3 در درجه مینوس 4 آیا برابر است با 1 تقسیم 81. ما میدونیم که مینوس 4 کسر میکند صورت مخرج 3 درجه 81. این هم درست است. یعنی این اگر درجه درست باشه این شکل لوگاریتم برابری هم درست است. و رو میبینیم این چون اساس 17 این درجه است، درجه 9 آیا برابر است با 1. اما میدونیم که درجه کدام عدد به 9 برابر باشد هم وقت به 1 برابر است. اگر درجه 9 هم وقت جواب ما 1 است. اگر این درجه درست باشد شکل برابری لوگاریتم هم درست است. از اینجا آخرینش ببینیم. این چی میگه؟ 4 درجه 3 برابر است به 64. آیا همین برابری درست است از روی درجه؟ درست است. اگر این درست باشد این هم درست است. مثلا یک سوال خودمون نویسیم. بگذار برابر نباشند. چی باشد؟ مثلا که د باشد. لوگاریتمی
25 125 баробар аст ба 2. оё ҳамин баробарӣ дуруст аст ё не? барои санҷидан чӣ кор мекунем? 5 асос аст, 2 дараҷа аст, ҷо мо 125. оё ҳамин баробар дуруст аст ё не? чӣ ки мо медонем 5 квадрат 25 дуруст нест. агар ин дараҷа дуруст набошад, ин шакли логаритми ҳам баробари нодуруст аст. Нодуруст аст. бо як ду мисол бинем аз ҷиҳати модда. нигоҳ кунед, шакли логаритм додем, x-ро ёбем. барои инро кор кардан ба шакли дараҷа мегардонем. асос 2 аст, дараҷа -1 баробари x. бояд x-ро ёбем. аз инҷо модули содда аст. чӣ кор мекунем? 1/2 x, яъне x баробари 1/2 аст. дуюмашро бинем. барои ин модулро кор кардан ба шакли дараҷа мегардонем. 4 дар дараҷаи 2 баробари x аст. ва чӣ кор мекунем? медонем ки 4 дар дараҷаи 2 16, 16 баробари x. яъне x мо 16 аст. биён модулро камтари вазъ кунем. бигзор чӣ бошад? як модули дигар гардонем. логаритмаи 5 чӣ бошад? инҷаро мо 25 кунем баробари x. ихе модулро кор кунем. x-ро дар инҷо мондем. ин чӣ маъно дорад? барои кор кардан ба шакли дараҷа мегардонем. 5 дар дараҷаи x баробари 25 аст. аз инҷо x-ро агар ёфтан хоҳем, ин медонем ки модулҳои нишондиҳандагӣ чӣ кор карда будем? 5 дараҷаи x 25 5 квадрат. агар асосҳо баробар бошад, дараҷаҳоям бояд баробар бошад. аз инҷо x баробари 2 аст.